اینو ببینید، این ساختمان شرکت تلفن ایندیانا بل هست که در سال 1930 در آمریکا 90 درجه چرخید و چندین متر جابجا شد، در حالی که همه کارمندان در حال کار کردن درون ساختمان بودند. جالبه بدونید تو این جابجایی حتی در تأسیسات ساختمان اختلالی پیش نیومد و آب و برق و تلفن هم قطع نشد. در سال 1929 بود که شرکت تلفن ایندیانا بل به ساختمانی بزرگتر برای میزبانی از دفتر مرکزی خودش نیاز داشت. اما یک مشکل بزرگ وجود داشت. اونم این که ارائه خدمات تلفنی شرکت نمیتونست دچار اختلال یا قطع بشه، چون این خدمات برای فعالیت‌های شهر ضروری بود. به همین دلیل مهندس‌های آمریکایی تصمیم گرفتن تا به جای تخریب ساختمان، اون رو جابجا کنن و ساختمان بزرگتر رو در جای قبلی این ساختمان بسازن. ساختمان ایندیانا بل که 11,000 تن وزن داشت، به کمک چندین جک هیدرولیک حدوداً 1 سانتیمتر بلند شد و روی قلتک‌های هیدرولیک قرار گرفت و با سرعت 40 سانتیمتر در ساعت جابجا شد. این در شرایطی بود که کارمندان ایندیانا بل طبق روال عادی برای انجام کارهای روزانه وارد ساختمان می‌شدند و در پایان روز کاری با استفاده از یک مسیر متحرک چوبی که با چرخش ساختمان به طور مداوم جابجا می‌شد، از اون خارج می‌شدند. در طول یک ماه ساختمان ایندیانا بل 16 متر به سمت جنوب جابجا شد و چرخش 90 درجه‌ای رو تجربه کرد. در تمام این عملیات شرکت ایندیانا بل حتی یک روز کاری را از دست نداد و اختلالی در خدماتش به مشتری‌ها ایجاد نشد. اول همه کابل‌ها و لوله‌ها را بلندتر و منعطف‌تر کردند. باید مطمئن می‌شدند که برق، آب، گاز و کیت‌های الکتریکی در طول جابجایی از کار نخواهند افتاد. کمتر از 1 سانتیمتر بلند کردند و با این غلطک‌ها با سرعت 38 سانتیمتر در ساعت حرکت دادند. این راهرو متحرک را هم قرار دادند که همراه ساختمان جابجا می‌شد و ورود و خروج را در هر ساعتی از شبانه روز ممکن می‌کرد. غیر ممکن شد. آنقدر تمیز که حتی کارمندانی که در داخل ساختمان مشغول کار بودند میگفتند اصلاً متوجه حرکت نمیشوند. کار 32 روز طول کشید و در 23 آبان 1309 یکی از شاهکارترین جابجایی‌های جهان انجام شد. اگرچه این اولین جابجایی ساختمان در تاریخ بود، اما قرن 20 جابجایی‌های دیگری هم داشت، مثل جابجایی این ساختمان در انگلستان، این یکی در نیویورک یا این یکی در مینیاپولیس آمریکا.